سلام بچه‌ها، مخلصم، چاکرم، خوش اومدین به چنل خودتون. بچه‌ها یک چنلی هست، چنل افغان توی تاجیکستان، مرودی پلاس میگن، با مردم تاجیکستان مصاحبه کرده و مثلا یه عکس نشون میده یا این در مورد خواننده ها از مردم تاجیکستان سوال میکنه توی دوشنبه. برید ببینید بچه‌ها. گفتم اینتروشو بگیرم، امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. ایران خیلی سخت شده، برید و ببینید. لیتس گو. سلام دوستا، وقتتان بخیر، خوب و صحتمند باشین. امروز آمدیم بیرون تا اینکه تصاویری از هنرمندای مشهور افغانستان رو نشان بدهیم و ببینیم که کی میشناسه که این هنرمندا کی هستند. به دلیل از این بخش این سوژه رو انتخاب کردیم چون بیشتر آوازخوانای افغانستان هم در تاجیکستان مشهور هستند و همین قسم بیشتر آوازخوانای کشور تاجیکستان هم در افغانستان مشهور هستند. پس به این خاطر این انتخاب کردیم ببینیم که کدامی هایش میشناسن و یا که کدامش بیادشان نیست. خب دوستا، قسم گفتم میریم صحبت آغاز میکنیم و اینجا یک دختر خانم زیبا کشته ببینیم که میشناسن یا نه. سلام. سلام. خوب هستین؟ نه. چه خانم زیبا و بشاشی. خوب هستین؟ نه. شما چه؟ نام مقبولتان چیست؟ ملکه. ملکه جان. ملکه جان، برنامه ما امروز قسمی است که بریم از آوازخوانای افغانستان عکس براتون نشان بدیم و ببینیم که شما میشناسین یا نه. نمیدونم، کنی نشان. خب حال دوستا شما ببینین عکس و بعدم آریانا ملکه جان. این کسا به فکرم میشناسم، خطی شبنم سریا سرود خوانده بودن. به فکرم نامشون آریانا. بله ملکه جان، آریانا سعید هست که همراه شبنم سریا هم خوانده بودن، شعر خوانده بودن. آریانا سعید و من میشه کسی نشناسه. تو هندوستان من دیدم رفته بود، همه میشناسنش. بعد چرا اندامش اینجوریه؟ این خیلی پراتز میکنه، یعنی کلا جلو عقب خیلی پراتز میکنه. من نمیدونم چی بگم، والا خیلی تو چشم خوب، یک خورده کمتر. حالا البته نظر شخصیشه دیگه. تاجیکستان آهنگ خوانده بودن. به موسیقی علاقه داری؟ کم میشنوی بعض اوقات؟ ممکن. به چی خوب؟ چی مصروفیت داری؟ چی کار میکنی؟ درس؟ من سیتیبای مارکتینگ کار میکنم ها. خیلی. شرکت فابرلیک ده. بسیار خوب، نام خدا. وقتایی که بیکار میباشی یگانه مصروفیت چی است؟ بعضی کسا دوست دارن موسیقی بشنون. موسیقی گوش میکنم، بسیار وقت کار میکنم، کتاب میخونم. ملکه جان، از آوازخوانای تاجیکستان کدامش زیادتر آهنگایش دوست داری و میشنوی؟ آوازخوانای تاجیکستان سفر محمد. منم میخواستم همینو بگم. سفر محمد من خیلی دوست دارم. شبنم سریا از قدیم من عاشقش بودم. خیلی شبنم کارش درسته. بعد این چیز چیه میگفت که نه 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 گل سرخ خونه نگیره نزنه گلار نجسنم. کی بود اسمش؟ این اسکندر بود. چی بود اسمش؟ دلیر نظرف، نگینه موقولووا. حاضر با یک سرانده نو هست، شیرین انوای هم بسیار نغز میخونن. بله. دیگراش خودت نام گفتی، ما قدر آهنگایش نشنیم ولی از نگینه را شنیدیم. نگینه موقول شبنم شنیده. بله. مدینه. یک اصطلاح هست میگن موسیقی حد و مرز نداره. هر سرودی که زیبا باشه از هر کشور به هر زبانی که باشه خوشت میای میشنویش. نه البته. مدینه قند خوش شدین. تشکر از تو. رحمت برای کار. زنده باشی. کس خانم مقبول دیگری دید خیلی وقت امروز؟ به خدا فکر کردم چیزه آریانا سعیده. کس خانم مقبول دیگری دید خیلی وقت امروز دختر خانمای خیلی شیک مقبول امروز ما سر میخورن. سلام. سلام. خوب هستین؟ تشکر، خوب هستم. اسمتان چیست؟ جمیله. جمیله جان، با موسیقی علاقه دارین؟ حتما. نه. زیاد کدام آهنگا را گوش میکنین؟ هر خیر. کدامش مقبول شد چه هوای بچه، چه هوایی، چه آب و هوایی تاجیکستان. چی بشه که زودتر برم. خیلی دوست دارم برم بچه. خیلی. هر آهنگ که خوشتان آمد. برنامه ما هم امروز قسمی است که تصاویری از هنرمندا را نشان میدیم. خدای شبیه آریانا سعیده یا نه؟ خب. بسیار دوستا ببینن و همچنان جمیله جان.
این کس را میشناسم نامشون فراموش شد. اینا شخصی هستن که بیشتر آهنگای محلی میخونن و اتفاقا گوش میکنم سروداشون. هنرمندای تاجیکی هم بسیار گوش میکنم هم که نامشون فراموش شد. نامش هست میر مفتون. میر مفتون کم تا فراموش شدن. دمی آخرم یک آهنگ یک جایی با زلیخا خواندن. شنیدن آهنگ؟ شنیدم. میر مفتون هم کسی است که از ولایت بدخشان افغانستان است. بدخشان با بسیار دیدم ایشون. لهجه و همچنان نحو صحبت کردن مردم افغانستان با ولایت بدخشان کاملا یکی با مردم تاجیکستان است. و همچنان میریم یک استگر با جمیله جان نشد. این کس هم میشناسن. این کس احمد زایر، شادروان احمد زایر. این کس رو هم میشناسن، تقلید میکنن با سردای این کس. صدای با سردای همین کس. احمد زایر رو میشه کسی نشناسه. پروفسور موسیقی. زیاد هنرمندای ما مشهور شدن. تا حالا میخونن، تا حالا هم میخونن. این کس رنگ یک تاریخ شدن برای مردم تاجیکی ما. یک دوست داشته ترین سراینده هستن. یکی از هنرمندان است که نه تنها موجود از افغانستان هست ولی بیرون از افغانستان فراتر از مرزها رفته و من حیث یک هنرمند دری زبان مشهور است و همه آهنگایش دوست دارن. بله راضی هستم. هنرمند همیشه جاودان است. بله جمیله جان برای میبینن اگر گفتنی دارین بفرما. چه گفتنی ها؟ خوشبخت باشم، خوشحال باشن همه وقت. تو آقا را ببین دستش رو دستش گراداشته اینجوری کی فهمت دستش؟ چه خجالتیه. همین دوستی ما افغانستان، ایران، تاجیکستان همه ما هم زبان هستیم. همیشه همین دوستی ما ماند. چه گفتنی ها؟ خوشبخت باشم، خرسند باشن همه وقت. همین دوستی ما افغانستان، ایران، تاجیکستان همه ما هم زبان هستیم. همیشه همین دوستی ما ماند. تشکر جمیله. نازنید. آفرین. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستم. رحمت شکر. رحمت شما خوب؟ خانمای زیبایی. خوب هستیم شکر. نام مقبولتان چیست؟ فرنگیز. فرنگیز جان. بله. کدام وقتی که جگرخون باشی خوش داری آهنگای شاد بشنوی؟ بله که البته. از لحاظ روانشناسی هم میگن که دانشمندا و کسایی که روانشناس هستن میگن حداقل باید روز 1 ساعت هر انسان موسیقی شاد بشنوه. کل روزی ما با موسیقی است. چقدر خوب. من که خود می نوازم در ساز اسکریپت. امروز ما برنامه داریم که سوژه برنامه ما در امین موسیقی و همچنان هنرمندا است و خوشبختانه فرنگیز جان هم از کسایی است که در امین بخش کار میکنند. خب فرنگیز جان ما خیلی تصاویر از هنرمندا را براتون نشان میدیم، شما بگوین که نامایشان چیست، آهنگایشان شنیدین، خوشتان آمده؟ خوب برشد. این کی فرهاد دریا. فرهاد دریا. بله بله میشنم. بله بسیار خوب. حدس میزنم که فرنگیز جان در امی بخش هست، شاید کلش هم بشناسه. همین خیلی هم هست. بله. اوریانا سعید. بله خیلی خوشگل هستن و در آخرام با شبنم میگه خیلی خوشگل هستن. من نمیدونم این آریانا سعید کجاش خوشگله، خیلی عمل کرده و اینا، خیلی با انرژی، صداش خیلی خوبه فلان، من خوشگلی نمیدونم. شما که خیلی خوشگل دارید. حتما که گوش کردیم دیدیم به نهایت خوش بود، زیبا بود. بله. عکس دیگه فرنگیز جان. میر مفتون. با خانم زیبای دیگه که پیشتر صحبت کردیم یادآور شدیم که میر مفتون از ولایت بدخشان افغانستان است و لهجه بدخشان افغانستان کاملا مثل خیلی شیرین میکنن. بله همه خوش دارن. بله. یک عکس آخری هم که من دارم به فرنگیز جان نشان میدم. احمد زایر. این کلی تاجیک‌ها دوست دارن، کلی مردم دوست دارن، به نهایت خوش صدا هستن. تا حال همه سرودهاش رو همه گوش میکنن با فرامز. بله و ما به ارتباط گپای فرنگیز جان میگم که هنرمند زنده جاودان. بله البته زنده جاودان است.
سالی هم که گذشته از وفاتشان ولی بازم حتی نسل‌های امروزی به یاد داره. بله البته همه میشناسن، همه گوش میکنن. بله. خب فرنگی جان از هنرمندان تاجیکی که دوست داری؟ همش رو کم از همش گوش میکنم. همه رو کم گوش میکنم. آهنگی که بله البته. تشکر، خوش شدیم از صحبت‌های مقبولتان و ای که در امین بخش هم کار میکردین و در ایت روز امروز ما برابر شدین. خیلی خوش شدیم. رحمت، تشکر زیاد. منم شما. سلام. خوب هستین؟ نه رحمت. اسمتان چیست؟ شیراز. شیراز جان، یک هنرمند افغانستان وطن نشان میتونه چه اگر نامش اسمش بگین برام. احمد زاهد. بله. احمد زاهد از جمله آوازخوانه اویش جاودان است که هر کسی را که عکسش برش نشان دادیم حتما اسمش شنیده. آهنگش رو میشنویم؟ گوش میکنم. بسیار خوب. امروزه بسیاری از هنرمندای نسل جوان امروزی هم آهنگش رو بازخوانی کردن. خیلی خوب. چی مصروفیت داره؟ بفهمید. چی کار میکنین یا که درس میخوانین؟ کار میکنم اینجا دوشنبه است. بسیار خوب، موفق باشین. تشکر که به سوال ما جواب. خیلی قشنگ بود بچه‌ها. من که خیلی خوشم اومد از این قسمت. بچه‌ها نمیدونم شما نظرتون چیه؟ توی کامنت ها بنویسید. اگه خوشتون اومد برنامه خوشگل و خفن هم بهمون معرفی کنید. اگه واسه تبلیغات و این داستان‌های تبلیغاتی و اینا هم خواستین که اسپانسر بشید و محصولتون رو توی چنل معرفی کنیم، توی کامنت ها، توی توضیحات دیسکریپشن جیمیل هستش، به اون پیام بدید تا با هم دیگه همکاری کنیم. چاکر بچه ها، تا دیداری دیگر. بدرود.